همه فکر می‌کنند که نقطه صفر جهان گرینویچ است، اما آنها اشتباه می‌کنند. دعوتتون می‌کنیم تا ببینید چرا نیمروز نصف النهار واقعی جهانه. خب، یه نگاهی به نقشه‌های امروزی دنیا بندازین. همه چیز انگار دور یه خط نامرئی تو لندن میچرخه، درسته؟ ولی چی میشه اگه بهتون بگم که برای قرنها مرکز واقعی جهان یه جای کاملا متفاوت بوده؟ بیایم با هم یه سفری بکنیم به گذشته و این داستان فراموش شده رو کشف کنیم. فکر کنین مرکز دنیای ما، همون خطی که شرق و غرب رو از هم جدا میکنه، یه زمانی نه تو لندن که توی ایران باستان کشیده شده بود. این یه خیال پردازی ساده نیست تا یه واقعیت تاریخیه که انگار از یادها رفته. امروز میخوایم پرده از داستان یه نصف النهار گم شده برداریم. یه داستانی که قول میدم نگاهتون رو به جغرافیا و حتی قدرت برای همیشه عوض کنه. خب، همه چیز از یه اسم شروع میشه. نیمروز. این اسم کلید ورود به یه جهانبینی کاملا متفاوته. قشنگی این مفهوم توی خود اسمشه. نیم یعنی نصف و روز. نیمروز دقیقاً یعنی جایی که روز رو نصف میکنه. یعنی چی؟ یعنی اون نقطه‌ای که با عنوان نصف النهار مبدأ یا همون خط 0 درجه طول جغرافیایی در نظر گرفته میشد. هم اسم یه منطقه بوده، یعنی سیستان امروزی، و هم اسم خود این خط مهم. ولی خب این فقط یه اسم ساده نبود. خیلی عمیق‌تر از این حرفا بود. این بخشی از یه هویت کیهانی بود. میدونین ایرانی‌های باستان سرزمینشون رو سرزمین خورشید میدونستن. توی این نگاه آسمون و زمین کاملاً به هم گره خورده بودن. و خب چه جایی بهتر از اون نقطه‌ای که خورشید دقیقاً وسط روز به اوج خودش میرسه میتونست مرکز این جهان باشه. منطقی نیست؟ جالبه که این مرکزیت تو اسمای مختلفی که به این منطقه میدادن هم دیده میشه. مثلا بهش میگفتن زابلستان که به سمت راست اشاره داره، یعنی همون نقطه اوج خورشید تو آسمون. یا یه اسم دیگهش زرنگ بوده که ریشش به کلمه زمان برمیگرده. انگار هر کدوم از این اسما یه تیکه از پازل رو تکمیل میکنن و روی اهمیت علمی این منطقه به عنوان مرکز زمان و مکان تاکید دارن. حالا شاید فکر کنین همه اینا فقط بحث فرهنگی و اسمگذاریه، ولی نه. پشت این داستان محاسبات نجومی و جغرافیایی فوق‌العاده دقیقی وجود داشته که واقعاً هوش و دانش اون دوران رو به رخ میکشه. برای اینکه نبوغ این محاسبه رو درک کنیم، باید اول ببینیم دنیا رو چطوری می‌دیدن. جغرافیادان‌های اون موقع با مفهومی به اسم جهان مسکونی کار می‌کردن. یعنی کل خشکی‌هایی که می‌شناختن و فکر می‌کردن آدم‌ها می‌تونن توش زندگی کنن. یه جورایی کل دنیای شناخته شده اون زمان. و مرزهای این دنیای شناخته شده به شکل شگفت‌آوری دقیق بودن. از یه طرف در شرقی ترین نقطه جزایر کوریل رو داشتن و در غربی ترین نقطه جزیره آزور. کل این محدوده یک کمان 180 درجه‌ای رو تشکیل میداد. این کل دنیای اونها بود. و اینجاست که نبوغ واقعی سیستم مشخص میشه. نیمروز دقیقاً وسط این کمان قرار داشت. یعنی 90 درجه فاصله تا شرقی ترین نقطه و 90 درجه فاصله تا غربی ترین نقطه. یه تقارن کامل، بی نقص. فکرش رو بکنین. و این تقارن یه نتیجه کیهانی فوق‌العاده زیبا داشت. تصور کنین لحظه‌ای که خورشید توی نیمروز به اوج خودش میرسید، یعنی دقیقاً ظهر میشد، همزمان داشت تو غربی ترین نقطه دنیا طلوع میکرد و تو شرقی ترین نقطه غروب میکرد. این یعنی برای یه لحظه جادویی کل جهان مسکونی، کل دنیای شناخته شده غرق در نور روز بود. نه جایی شب بود، نه جایی تاریکی، همه جا روشن. و مرکز این تعادل کجا بود؟ ایران. و اینو چیزایی نیست که ما امروز کشف کرده باشیم ها. توی متون تاریخی قدیمی، مثلا کتاب تاریخ سیستان، دقیقاً به این سنت علمی اشاره شده. اونجا نوشته که حکیم‌ها و دانشمندای اون زمان دنیا رو بر اساس همین خط مرکزی و طلوع و غروب خورشید تو نیمروز تقسیم بندی می‌کردن. پس یه سنت ریشه داره. خب سوال اینه که پس چی شد؟ چطور شد که این مرکز علمی و کیهانی جاش رو به یه رصدخونه توی حومه لندن داد؟
اینجاست که داستان یه پیچش جالب پیدا میکنه و مسیرش از علم به سمت قدرت کج میشه. این تغییر یه شبه اتفاق نیفتاد. داستان از اونجایی شروع شد که قدرت‌های دریایی اروپا بزرگ شدن و یه نیاز جدید پیدا کردن. ناوه‌گیری دقیق توی اقیانوس‌های بزرگ. برای همین رصدخونه گرینویچ توی سال 1675 ساخته شد تا این مشکل رو حل کنه. و نهایتاً سال 1884 توی کنفرانس بین‌المللی دنیا رسماً یه مرکز جدید پیدا کرد. گرینویچ. ولی نکته کلیدی دقیقاً همینه. این انتخاب اصلاً بر اساس برتری علمی یا یه اصل کیهانی مثل نیمروز نبود. نه، دلیلش یه چیز دیگه بود. قدرت و راحتی. یه تصمیم کاملاً عملگرایانه و خب سیاسی. و این عدد همه چیز رو توضیح میده. 72%. تا اون سال یعنی 1884 تقریباً 3/4 کشتی‌های تجاری دنیا از نقشه‌ای استفاده می‌کردن که مبدأشون گرینویچ بود. چرا؟ چون امپراتوری بریتانیا بر دریاها مسلط بود. پس انتخاب گرینویچ در واقع مهر تایید زدن به یه واقعیتی بود که از قبل وجود داشت. یه تصمیم اقتصادی و نظامی بود، نه یه تصمیم علمی. خب بیایم یه لحظه این دوتا نگاه رو بذاریم کنار هم و ببینیم چه نتیجه‌ای می‌گیریم. این تفاوت واقعاً تکان دهنده است. از یه طرف نیمروز رو داریم که منطقش کاملاً علمی و نجومیه، دنبال تقارن کیهانیه. از طرف دیگه گرینویچ هست که منطقش تجاری و دریاییه و اساساً بر پایه قدرت یه امپراتوری بنا شده. و این میراثی هست که از اون تصمیم به جا مونده. با این تغییر یه دیدگاه کاملاً غربی وارد زبان بظاهر خنثی نقشه و زمان شد. چیزهایی که ما امروز فکر می‌کنیم جهانی و بی‌طرف هستن، مثل زمان جهانی یا نصف النهار مبدأ، در واقع یه دیدگاه خاص رو با خودشون حمل می‌کنن. این یه یادآوری خیلی مهمه که حتی ابزارهای علمی ما هم میتونن تحت تاثیر تاریخ و قدرت شکل بگیرن. و همه اینها ما رو به یه سوال نهایی میرسونه. داستان نیمروز و گرینویچ فقط یه داستان تاریخی جالب نیست. یه عینکه که میتونیم بذاریم و دنیای اطرافمون رو باهاش یه جور دیگه ببینیم. به این فکر کنین چه خطای نامرئی دیگه‌ای دنیای ما رو شکل دادن. خطایی که ما فکر میکنیم علمی و مطلقاً، ولی در واقع ریششون تو تاریخ و قدرته. این سوالیه که میخوام باهاش شما رو تنها بذارم. ممنون که تو این کاوش با من همراه بودید.